سلام، صبح شما بخیر. انتشار بیانات رهبر انقلاب در دومین کنگره ملی 2000 شهید استان کهگیلوی بویراحمد. فداکاری جوانان پشتوانه عظیم پیشرفت یک ملت است. شهادت یک ذخیره است. فداکاری جوانهای یک ملت یک پشتوانه عظیم معنوی و مادی برای یک ملت. اینو باید نگه داشت، اینو باید حفظ کرد. اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلو 20500 تومان. وزیر جهاد کشاورزی: قیمت خرید سایر محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود. پنج شهید و 19 زخمی در تجاوز رژیم صهیونیستی مناطقی در مرکز سوریه. دست کم 7 فلسطینی هم در بمباران دیشب به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها به کرانه باختری هم یورش بردند. و نایب قهرمانی کشتی آزاد جوانان ایران در رقابت‌های جهانی اسپانیا با کسب 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز. کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک هم با 25 نشان رنگارنگ به کار خود پایان داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به بخش خبری ساعت 8 خوش آمدید. دومین کنگره ملی 2000 شهید استان کهگیلوی بویراحمد با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی و انتشار سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای فداکاری جوانان یک ملت را پشتوانه عظیم برای پیشرفت آن ملت خواندند. در این مراسم فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این بار متفاوت از اسرائیل انتقام میگیریم تاکید کرد صهیونیست‌ها حتما ضربه میخورند و نمیتوانند فرار کنند. آغاز دومین کنگره ملی 2000 شهید استان کهگیلوی و بویراحمد با کلام رهبر معظم انقلاب. شهادت یک ذخیره است. فداکاری جوانهای یک ملت یک پشتوانه عظیم معنوی و مادی برای یک ملت. اینو باید نگه داشت، اینو باید حفظ کرد. استان کهگیلوی و بویراحمد سابقه فداکاری و مجاهدتش خیلی طولانی است و اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری برای گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای این دیار. افراد برجسته داشتیم که حماسه‌های بی‌بدیلی خلق کردن مثل شهید طیب. خب اینو باید ما به شکل هنرمندانه به نسل حاضر انتقال بدیم. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغازین این کنگره به نقش ماندگار و رشادت‌های جاودانه شهیدان و رزمندگان این دیار اشاره کرد. اقتدار ما، امنیت ما، شکوه ما، پیشرفت ما مدیون این شهیدان است. سرلشکر سلامی افزود ایران اسلامی به برکت خون همین شهدا از چنان عزت و اقتداری برخوردار شده است که خواب راحت را از چشمان دشمنان این مرزبون گرفته است. جنگ به سرزمینشان کشیده شده است، راه نجاتی نیست. حتما طعم تلخ انتقام از شرارت‌هایشان را خواهند گرفت. آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان هم در این مراسم شهیدان رو مایه عزت و آبروی ملت عنوان کرد. این قدر شهدای گران قدره که عظمت داده به اسلام، به مسلمین، به کشور ما. از تولیدات ستاد کنگره در دومین کنگره ملی 2000 شهید استان از 300 عنوان کتاب با موضوع ادبیات دفاع مقدس، خاطرات شهدا و مفاهیم ایثار و شهادت رونمایی شد. ممهور می شود به مهر توسط سردار سلامی عزیز و جمله رونمایی از تمر یاد بوده شهدای استان و بازسازی صحنه‌های رزمندگان این دیار از دیگر برنامه‌های این رویداد بزرگ فرهنگی. کهگیلوی و بویراحمد واگذار شده. عملیات فریب کارخش کرده، خدا رو شکر. وصیت کلا غافلگی را بینه. یا زهرا، یا زهرا.
این رویداد بزرگ فرهنگی که در دهکده دفاع مقدس یاسوج در حال برگزاری است، در ابتدای کار با استقبال پرشور و کم نظیر قشرهای مختلف مردم مواجه شد. اومدن به شهادت‌های بچه‌های خود را ببینند. پرداختن به مقام شهدا باعث خواهد شد که جوانان ما با ارزش‌های انقلاب بیشتر آشنا بشن. ما راه این شهیدان را باید ادامه بدیم. آن چیزی که این شهیدان میخوان. شهدای عزیزی که جامعه شناس بودند، زمان شناس بودند. سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، دهکده دفاع مقدس یاسوج. با رأی هیئت وزیران آقای جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن و آقای پرویز خوشکلام خسروشاهی مدیرعامل بیمه مرکزی شد. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت گفت شرکت‌های دولتی باید سودده باشند، در غیر این صورت باید تعیین تکلیف یا تعطیل شوند. آقای پزشکیان اصلاح ساختارها با هدف ارتقای رضایتمندی عمومی از خدمات دستگاه‌های دولتی و عمومی را محور عمل و هدف دولت اعلام کرد و گفت انتخاب توانمندترین افراد برای مدیریت شرکت‌ها و مجموعه‌های زیر نظر دولت فارغ از هر گونه جناح‌بندی و انتساب به احزاب مهمترین بنای دولت 14 است. رئیس جمهور تحول و ارتقای مجموعه‌ها را مهمترین شرط انتخاب افراد برای واگذاری مسئولیت‌ها در مجموعه‌های دولتی دانست و تاکید کرد این مدیران از این پس در هر گونه سود و زیان شرکت‌های تحت مدیریتشان سهیم هستند. قیمت خرید تضمینی گندم 20500 تومان تعیین شد. وزیر اجاره کشاورزی گفت با تعیین قیمت گندم به زودی قیمت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی هم اعلام خواهد شد. برابر مصوبه شورای قیمتگذاری، قیمت خرید گندم در سال 1404 به مبلغ 205,000 ریال معادل 20,500 تومان خواهد بود انشالله. مطالبات گندمکاران الان چقدرش مونده و این خبر خوبی که امروز این روزها شنیدیم از شما که 100% تقریبا مطالبات پرداخت شده، چقدرش مونده و بقیه کی پرداخت میشه؟ بله، هنوز به 100% نرسیدیم چون هنوز خرید گندم هم کماکان ادامه داره و گندم های تحویلی تا حدود 15 مرداد ماه تاکنون تصفیه شده و این روند ادامه داره. انشالله منابع باز کارسازی میشه که روند پرداخت ادامه پیدا بکنه. نوبت اصلاح قیمت نان به تهران رسید. بعد از اصلاحات صورت گرفته در چندین استان مختلف، از امروز قیمت‌های جدید نان در تمامی کارتخانه‌های هوشمند عرضه نان در تهران ثبت شد. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، رعایت این نرخ‌های مصوب برای نانوایان الزامی است و با افزایش نظارت با هر گونه گران فروشی و کم فروشی برخورد می شود. این فهرست تغییرات قیمت نان در تهران است. سعی بر این بوده که به هر حال تمام جوانب تعیین نرخ و به هر حال تاییدش حساسیت داشته باشیم. حالا در مورد سنگک که در واقع آردش نوع 2 هستش. بله. قیمت قبلیش 3000 تومان بوده که الان شده 5000 تومان و کنجدش 1000 تومان بوده که شده 1500 تومان. رویه عرضه نان کنجدی هم تغییر کرده. اینجا زده 1500 تومان کنجد. شما هر یه دونه نونی که می‌خری میتونی 3 تا نون 3 تا 1500 تومان کنجد بخری. بیشترش میگه این اجازه دار نیست. 10 گرمش میشه 1500 تومان. 3 تا 1500 تومان یعنی 4500 خریده، یعنی 30 گرم کنجد خریده. اون 30 گرمو میخواد بریزن براش یه طرف، میخواد بریزن براش دو طرف. فرقی نداره برای من. نون بربری که با آرد دولتی نوع 1 پخت میشه از 1800 تومان به 2500 تومان تغییر قیمت داشته و نون بربری که با آرد دولتی نوع 2 پخت میشه از 2500 تومان به 3500 تومان همونطور که ملاحظه میکنید تغییر قیمت داشته. 3 واحد هم میشه کنجد خرید که هر واحدش 10 گرمه و قیمتش هم 1500 تومان. نان لواش آرد نوع 1 از 500 تومان شده 700 تومان و آرد نوع 2 نان لواش از 650 شده 900 تومان. تافتون خراسانی هم با آرد یارانه نوع 1 از 1000 به 1400 تومان تغییر قیمت یافته و در آرد یارانه نوع دوم هم
تغییراتش این گونه است. از مبلغ 1500 تومان تغییر قیمت پیدا کرده به مبلغ 1800 تومان. حالا ما قیمت جدید داریم میدیم دیگه. بله. رعایت می‌کنی قیمت؟ بله حتما. مناسب هست قیمت ها؟ بله. قبل از اینکه قیمت ها عوض بشه بربری چند می‌فروختی؟ قیمتش می‌فروختیم 3500 بود. یعنی الان در واقع قیمت تغییر کرده تازه رسیده به همون قیمتی که شما الان 3500 می‌فروشیم. یعنی گرون فروشی حساب نمیشه. رئیس اتاق اصحاف تهران میگوید با اعلام نرخ‌های جدید نظارت بر اجرای آن تشدید می‌شود. مکلفیم که قانون اجرا بکنیم. نامه‌ها باید طبق قانون، طبق نرخنامه‌ای که بهشون داده میشه نامه ارائه بدن. قطعا اگر تخلفی بکنن دستگاه تعزیراتی و بازرسی ما حتما برخورد قانونی و اعمال قانون می‌کنه. پیش بینی میشه دولت امسال بیش از 200,000 میلیارد تومان بابت یارانه آرد پرداخت کنه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه صفحه اول از برگزاری نخستین جلسه هیئت عالی مولدسازی در هفته جاری خبر داد. آقای بازیان این رو هم گفته که امسال 67 شرکت دولتی در فهرست واگذاری قرار دارند. رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز واگذاری 147 شرکت به بخش خصوصی خبر داد. ما در دو بخش در واقع موضوع واگذاری رو دنبال می‌کنیم. یک الزامات واگذاری که مربوط به آماده سازی، قیمت گذاری و نهایتاً ارزش افزایی و ارزش گذاری است. یک بخش هم موضوع عرضه هست که ناظر به اقدام هست. آقای بازیان درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه هم گفت در 6 ماه نخست امسال نزدیک 14,000 میلیارد تومان وصول شده، در حالی که تعهد ما در قانون 60 همت است. دلیلش اینه که خیلی از واگذاری‌ها در طی سال مالی انجام میشه، یعنی الزامات اولیش تا فراهم بشه، مصوبات هیئت واگذاری اخذ بشه و این فرایند رو طی بکنه. ما بودجه رو معمولا برنامه سالی مالی کاری یک ساله میبینیم. بله. فلذا عموما تلاش میکنیم که در طی این سال مالی این تعهد و تکلیف انجام بشه. رئیس سازمان خصوصی سازی از یک مانع در موضوع واگذاری خودروسازی ها هم گفت. به طور جدی باید وزارت سمت پیش قدم بشه و من مانع جدی رو وزارت سمت میدونم. ما به جد این رو از دولت محترم و وزارت محترم سمت خواستاریم. در اولین فرصت هم من دنبال این هستم که این 6% رو هم واگذار کنین. قطعا باید واگذار کنیم. بعد خصوصی میشه تکالیف ما هست و مدیریت اینجا باید خصوصی بشود. آقای بازیان علت اجرا نشدن مولدسازی را همراهی نکردن دستگاه‌ها دانست و گفت دستگاه‌های اجرایی مولدسازی را تهدیدی برای خود می‌دانند. نزدیک 4500 ملک در استان‌ها به عنوان املاک مازاد تشخیص داده شده. نزدیک 2500 تا از اینها تایید مصوبه در واقع املاک مازاد از هیئت عالی دارن. تاکنون بیش از 700,000 میلیارد تومان خصوصی سازی در کشور صورت گرفته که بخش عمومی بیشترین سهم را داشته. 28.5% کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود. واگذاری بابت سهام عدالت هم نزدیک 11.1% بوده. تقریبا نزدیک به 60% واگذاری‌های ما به سمت در واقع شبه دولتی‌های غیر دولتی‌ها بوده. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت خصوصی سازی بر اساس برنامه هفتم در دستور کار این سازمان است. در اولین فرصت ما با آقایون میشینیم و برنامه اونها رو همراهی میکنیم. ما منتظر نمیمونیم که بعد از 2 سال بگیم اینو انجام ندادن ما، چون وزارت اقتصاد همین قانون برنامه ماده 5 موظف هست که گزارشی از عملکرد از کارا بده. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی از رگبارهای تابستانی در ساعت بعد از ظهر در ارتفاعات رشته کوه البرز مرکزی خبر داد. همچنین این سازمان برای مناطق از نیمه شرقی کشور باد و گرد و خاک پیش بینی کرد. جزئیات بیشتر رو از زبان کارشناس هواشناسی میشنویم. آقای زهراوی سلام بر شما، بفرمایید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای تهرانی و همه بینندگان محترم. این بخش خبری خوب برای ارتفاعات البرز مرکزی در ارتفاعات استان مازندران، ارتفاعات شرقی استان تهران و ارتفاعات غربی استان سمنان کاملا شرایط برای بارش‌های پراکنده تابستونی امروز مهیاست. فردا هم همین شرایط رو پیش رو خواهیم داشت، هرچند در بخش از مناطق شمال غرب هم این شرایط رو پیش بینی می‌کنیم. سایر نقاط کشور در طی روز آسمان صاف و آفتابی خواهند داشت. منتها بعد از ظهری شرایط برای ابری شدن هوا، همینطور رگبار رعد و برق در ارتفاعات استان هرمزگان، مناطق جنوب غربی استان کرمان هم
مهیا خواهد بود. پدیده دیگه وزش باد خواهد بود. وزش باد رو بیشتر برای نیمه شرقی کشور پیش رو داریم. ساعت گذشته در زابل سرعت وزش باد تا حدود 85 کیلومتر بر ساعت رسید. همین شرایط رو برای مناطق شرقی استان خراسان رضوی، مناطقی از خراسان جنوبی، شرق استان کرمان هم پیش رو خواهیم داشت. هرچند در دامنهای جنوبی البرز برای مناطق جنوبی استان تهران، بخشی از استان‌های قم، مرکزی، اصفهان هم این شرایط رو پیش بینی می‌کنیم. اما به لحاظ نوسانات دمایی قدری بر میزان دمای هوا امروز، فردا، حتی پس فردا در نوار شمالی کشورمون افزایش خواهد شد. مناطقی که مناخیزا می‌فرماییم با رنگ زرد نشون داده قدری با روند افزایش دما همراه خواهند شد. سایر نقاط کشور تغییرات دمایی قابل توجهی ندارند. ممنون از همراهیتون. خیلی ممنون از آقای زهراوی و تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز. امروز دوشنبه 19 شهریور، 5 ربیع الاول و 9 سپتامبر از آن ظهر ساعت 12:02 و از آن مغرب هم ساعت 18:38 خواهد بود. خیلی ممنون از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.